اون دست افرادی که برای معاینه فنی مجبورن مخزنشون رو عوض کنن و میرن به هر دلیلی میرن دنبال مخزن دست دوم. مخزن دست دوم خریدن شاید پول کمتری میدی، ولی ممکنه مثل این ثبت باشه روی ماشین دیگه. وقتی روی ماشین دیگه ثبت باشه شما نمیتونی معاینه فنی بگیری، چون این شماره سریال ثبت برای اون ماشین. برای اون دسته افرادی که به هر دلیلی میخوان بخرن، که بازم میگم من میگم نخرید، اما میخواید بگیرید، باید برید به یکی از مراکز CNG مراجعه کنید و شماره سریال مخزن رو استعلام بگیرید که رو ماشین دیگه این اصل نشده باشه، که بتونید از این مخزن دست دوم استفاده کنید و مشکلی براتون پیش نیاد. یه نکته دیگه هم اینه که مخزن دست دوم که می‌بینید از اون فروشنده ضمانت بگیرید که اگر رفت مخزن تست و تایید نشد، به هر دلیلی آزمایشگاه قبولش نکرد، باید مرجوع بشه.